امروز خیلی مشتاق بودم که این قسمت رو با شما ضبط کنم، به خاطر اینکه به نظرم مثلا روز اولی که ایده پادکست اومد، یکی از اولین اپیزودایی که اومد تو ذهنم یه قسمت با شما بود، به خاطر اینکه آیدیاشو خیلی دوست داشتم به همه آدمای دیگه بگم که چه قدرتی میتونه داشته باشه روانشناس در زندگی آدم. واسه همین خیلی خوشحالم که امروز داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من خیلی خوشحالم اصلا اینکه این میزان موفقیت شما رو و پیشرفت شما رو می‌بینم، اصلا برام بسیار بسیار بر خودم خیلی روحیه بخش. خیلی ممنون. لطفا اگه یکم بیاد نزدیک‌تر به میکروفون نزدیک کنه خیلی خوب میشه. من تجربه شخصیمو بگم، من پارسال بود فکر کنم یه خورده درسام زیاد شده بود و توی زندگی خورده‌ای کلاً استرسم و اضطرابم زیاد شده بود بدون که بدونم، و قسمت زیادش از دانشگاه میومد. یعنی اینجوری بود که اولین جلسه‌ای که من اومدم پیش شما بهتون گفتم که مثلا استرس و اضطرابی که من نمیتونم کنترل کنمه، و چند دفعه تو زندگی اینجوری شده بود، ولی استرس و اضطراب نبود، چیزای مختلف بود و هر دفعه به این فکر کرده بودم که برم پیش روانشناس. اینجوری بودم که خب شاید نرم یا هر چیزی یا اوکی میشه. و اینجوری بود که من دانشگاه قبلی که درس میخوندم نمرم خیلی خوب بود، بعد وارد یه دانشگاه شدم که کاملا متفاوت بود و حس کردم واسه پیشرفت کردن به یه سقف خوردم و اون سقفه مثل این که خودم بودم و مجبور شدم که یه خورده‌ای توی مسیر توسعه فردی خودم قدم بردارم و اینجوری شد که من دانشگاه رو ریچ اوت کردم، باشون صحبت کردم و یه ولنس ادوایزینگ آفیس دارن که یه شخصیه که ادوایزر تو واسه ولنس باهات صحبت میکنه، میگه مثلا چجوری باهات فالو آپ میکنه و اینا و بهت پیشنهاد میکنه و یه پلنی بهت میده، میگه من پیشنهاد میکنم که این کارو بکن تا بتونی به اصطلاح موفق تر بشی توی تحصیلات یا هر چیزی. و UBC پروگرام خیلی خوب داره و تقریبا اون به جز بیمه شخصی که هر کسی تو کانادا داره، یه اکستندد هلت از دانشگاه میگیرن که بیشترین چیزی که UBC میده واسه مشاور رفتنه و من خوشبختانه تونستم بهترین استفاده رو بکنم از این بیمه که دارم و به نظرم خیلی مهمه که همه آدما بدونن، مخصوصا دانشجوها یا هر کسی مهاجر، فرقی نمیکنه که چقدر قدرت این قضیه زیاده. اول از همه می‌خواستم ازتون تشکر کنم که اینقدر توی مسیر بهم کمک کردید و این جلسه شد که در مورد فقط خود من صحبت نمی‌کنیم، یعنی در مورد سوالایی که همیشه تو ذهن من از یک مشاور بوده میتونیم صحبت کنیم. حالا می‌خواستم ببینم کلا روانشناسی چیه، اصلا از کجا شروع شده؟ ببین خیلی سوال خوبیه، چون که خیلی ممکن ندونن که روانشناسی یه علم جدیده. اولا که سافت ساینسه، یعنی خب جزء علوم انسانیه، همیشه درش نسبیتی هست و همیشه هم دارن سعی میکنن که دقیق‌تر و علمی‌تر و آزمایشگاهی‌تر انجام بدن. مثلا توی یو آف تی روانشناسی توی دپارتمان ساینس، بچلر آف ساینس میگیرن بچه‌ها، ولی توی یو بی سی بچلر آف آرت میگیرن. حالا چجوریه، از کجا اصلا روانشناسی شروع شده؟ روانشناسی حدوداً 150 سال پیش، در سال 1879 در لایپزیگ شروع شد با آزمایشگاهی که ویلهلم ووند تأسیس کرد. بخشی از فلسفه در مورد ماهیت انسان، این که انسان چیه، جایگاهش در هستی چیه و مانند اون صحبت میکنه و روانشناسی هم جزو اون بحث ها بود که آقا انسان چیه مثلا و فلسفی بود. تا اینکه از یه مقطعی به بعد از انقلاب صنعتی خواستم ببینم آقا انسان چجوری فکر میکنه، تو ذهنش چی میگذره. خب اینی که کی است و چی است و از کجا آمدنم بهره چه بوده بذاریم کنار، اصلا تو ذهنش چی میگذره. این شد پیدایش روانشناسی. خیلی از علوم دیگه هم از فلسفه
شاخه میگیرن، یعنی آبشخورشون یا شروعشون از فلسفه است. روانشناسی از اونجا شروع شد و دنبال این بودش که ببینه که تو ذهن انسان چی میگذره، آدم چجوری فکر میکنه، چجوری حس میکنه و اینا رو شروع کرده بودن به یه سری تحقیقاتی در آلمان تا اینی که در اصل به نوعی میشه گفت پدر روان درمانی و روانکاوی و اصلا شاید میشه گفت طلایه‌دار روانشناسی آقای فروید اومد توی عرصه و گفتش که همه این چیزایی که شما دارین آزمایش میکنین و بررسی میکنین و آدمه ازش میپرسید چی داری فکر میکنی یا اینا رو بذار کنار، چون که اون چیزی که انسان داره فکر میکنه نوک کوه یخه، پایینش ناهوشیاره و اصلا آدم خبر نداره از ناهوشیارش و روانشناسی در اصل علم مطالعه ناهوشیاره. این شد نیروی اول در روانشناسی و تا مدت‌های مدیدی روانشناسی رو تحت تاثیر قرار داد. حتی تا همین امروز هم فروید، اصلا یکی از تاریخ‌دانای روانشناسی میگه کل نظریات روانشناسی یا در ادامه نظریات فروید یا در مخالفت نظریات فروید با نظریات فروید به وجود اومده. بنابراین فروید اومد گفت که ناهوشیار ما یه مفاهیم مثلا نمیدونیم، در گذشتهمونه، در کودکی شخصیت ما شکل میگیره و در آینده ما همش باید این گره ها رو باز بکنیم تا به اون چیزی که حالا فروید میگه شخصیت پخته تناسلی، کسی که میتونه کار بکنه و عشق بورزه و از جفتش لذت ببره، دنبال معنای زندگی و دنبال نمیدونم فلسفه از کجا اومدم و اینا هم نیست، فقط میتونه زندگی کنه و لذت ببره. در مخالفت با اون روانشناسی اروپایی که با فروید و اینها میاد جلو، روانشناسی آمریکایی نیروی دوم رو ایجاد کرد که رفتارگرایی بود که میگه ما فقط یاد میگیریم. پس موج دوم شروع شد. موج دوم شروع شد تو آمریکا که رفتارگراییه و رفتارگراها به اون حالا اون تئوری یا اون مفهوم لوح سفید، اینی که آقا انسان که به دنیا میاد فقط یه تخت بوم سفیده، چی روش نقش میکنی شرطی میشه و این شرطی شدن ها پیوندهای بین محرک و پاسخ، کسی رفتارهای غلطی رو، ناسازگاری رو ممکنه طرف بیاموزه که اینها در دراز مدت اون رو در رسیدن به اهدافش کمک نمیکنن و این شکست میخوره. پس اینا اومدن گفتن که روانشناسی مطالعه ناهوشیار نیست، بلکه دقیقاً مطالعه هوشیاره و مطالعه رفتار عینی، چه چیزی به چه چیزی منتهی شده، گذشته این آدم چی بوده، آیندهش رو میشه پیش بینی کرد و یا با تغییر یک سری از این شرایط شرطی شدن میشه اصلا آیندهش رو تغییر داد، سلامتش رو تأمین کرد. بعد نیروی سوم میاد که میگه اصلا همین چیزی که شما داری میگی ارزش و اعتبار انسان رو زیر سوال میبره، که هم در گذشتهش درگیر جبر گذشته یا جبر شرطی. مثلا انسان مثلا باید به مفاهیم مثل آزادی، مثل انتخاب، مثل عشق، مثل نمیدونم خودشکوفایی و اینا توجه کنیم. شد نیروی سوم در روانشناسی که در ادامهش هم نیروی چهارم میاد که هولیستیک، کلنگره. میگه آقا همه اینا هست، چیزی به اضافه این هم هستش که ترانس پرسوناله و اون رابطه بین انسان و هستیه و رابطه انسان با محیط اطرافشه. امروز هم در تعریف سلامت سازمان بهداشت جهانی سلامت رو شامل همه این جنبه ها میدونه. یکی این که شما یعنی فیزیکت سالم باشه، مشکل جسمانی نداشته باشی. دوم این که مشکلات روانشناختی نداشته باشی. پس در درجه اول عدم وجود بیماریه. در درجه دوم اینی که حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی، نقش مفیدی در جامعه داشته باشی، ارتباط خوبی بتونی با بقیه برقرار کنی و حالا به اینها مثلا چیزای دیگه هم اضافه میشه، مثلا سلامت معنوی که تو معنی واسه زندگی داشته باشی. اینجا معنوی مذهبی و نمیدونم اینا نیست، معنی داشته باشی واسه زندگی خودت، دنبال رشد فردی باشی و دنبال این باشی که جایگاه اجتماعی که داری در ارتباط با دیگران شکل بدی. و اخیراً یک چیز دیگری هم اضافه شده که حالا توی ونکوور هم خیلی ممکنه طرفدار داشته باشه، سلامت محیطیه یا environmental health. اینی که رابطه تو با محیطت، نه با آدم ها، با محیطت، با شهری که توش زندگی میکنی، با طبیعت و اکوسیستمی که توش داری زندگی میکنی چگونه است. اینها من حیث المجموع میشه سلامت. پس روانشناسی وقتی که به وجود اومد، برای این به وجود اومد که ببینن آقا اصلا کاری نداریم انسان برای چی به وجود اومده، از کجا اومده به کجا میره. الان داره حالش بده، الان
درد داره میکشه. میبردن میخوابوندن توی بیمارستان و شلاق میزدن بیماران روانی رو، چون بهشون گفتن مجنونه و واقعا مجنون یعنی جن زده و اینا رو شلاق میزدن برای اینی که اون جنی که تسخیرش کرده دردش بیاد بذاره بره. یعنی انقدر به شکل بدوی و خیلی ناآگاهانه با بیمار روانی برخورد میکردن. بعد اومدن دیدن که نه آقا، اصلا فیلیپ پینل اومد قفل و زنجیر رو باز کرد، از دست بیماران روانی بهشون محبت کرد، گفت اینا آدمن، ببینیم چرا داره درد میکشه. پس در اصل روانشناسی به نوعی برای این ایجاد شد که انسان درد نکشه و انسان بتونه از زندگیش لذت ببره. و روان درمانی هم در اصل همین کارو داره میکنه. البته گستره روانشناسی خیلی خیلی وسیع تره. تو خیلی از زمینه‌ها روانشناسی محیطی داریم، روانشناسی صنعتی داریم، روانشناسی آموزش و پرورش داریم، خیلی شاخه های مختلفی داره. 52 تا دیویژن داره انجمن روانشناسی آمریکا. ولی اون چیزی که مردم بیشتر باش در تماس هستن این است که بهداشت روانیمون رو چگونه حفظ کنیم، اگر به مشکل برخورد میکنیم برای سلامتمون چه کارهایی لازم انجام بدیم. پس روانشناس انگار یه جورایی تو زندگی به تو کمک میکنه که درد نکشی، اگه من درست متوجه شده باشم. بله، روانشناس کمک میکنه به تو که اول از همه اینی که خودت رو دوست داشته باشی، خودتو بشناسی، خودتو باور داشته باشی. ما تو صحبتایی که قبلا کردیم مثلا ما از ایمپاستر سیندروم صحبت کردیم. خب ایمپاستر سیندروم چیه؟ ایمپاستر سیندروم مثلا مخصوص افرادی است که خیلی اچیورن، خیلی موفقن، ولی احساس عدم اعتماد به نفس دارن، احساس کمی و کهتری دارن، خودشونو باور ندارن. چرا؟ فکر میکنن که جای اشتباهی هستن و علل خصوص با توجه به اینکه پادکست شما واسه دانشجویان ایرانی خارج از یعنی توی UBCه، علل خصوص دانشجویان بین‌المللی خیلی دوچارش میشن. فکر میکنن که به اینجا تعلق ندارن، فکر میکنن اصلا فراد هستن، فکر میکنن که اگه واقعیت وجودشون رو دیگران بفهمن اصلا از دانشگاه بیرونشون میکنن. چرا؟ چون که مدام دارن برخورد میکنن با چیزهایی که براشون جدیده، با جاهایی که به اونها تعلق نداره، با جاهایی که اونها رو اصلا راشون نمیدن، متعلق به خودشون نمیدونن. علل خصوص توی ونکوور که معروف به کلیکی بودن، نه با اصطلاح ونکوور کلیکینس آشنا هستی؟ ببین کلیکی که یعنی کلیک کردن دیگه. ونکوور کلیکینس یه اصطلاح فرهنگیه که مردم ونکوور خیلی کلیکی هن، کسی رو تو خودشون راه نمیدن. شما تو تورنتو میتونی وارد بار بشی، تو مونتریال میتونی وارد رستوران بشی، شروع کنی با 4 نفر صحبت کردن، آخرش هم با 2 تا رفیق بری بیرون. توی ونکوور شما نمیتونی بری، یه سلام بهت میکنن، اون که لبخندم بهت بزنن، ولی بعد یه جوری نگات میکنن که خب کی میخوای بری، یعنی راحت نمیدن. حتی باشون بشینی شام هم بخوری، گپ هم بزنی، خودتو به نوعی چیز کنی، باز دوباره از در رستوران بیای بیرون میبینی که اونا دارن مسیر خودشونو میرن، یعنی راه نمیده به غریبه. و این غریبه فرقی نمیکنه کانادایی هم باشه راه نمیده. یعنی من چون با مراجعینی که وایتن و کانادین بورن اند ریز هستن کار میکنم، خیلی هاشون میگن آقا ما از تورنتو اومدیم اینجا الان 4 سال یه رفیق پیدا نکردیم. این ایمپاستر سیندروم اینجوری ایجاد میشه که مثلا تو خودتو دوست نداری، تو خودتو باور نداری و بعد مثلا به طور کلی‌تر اصلا هر کسی که کارش به روانشناس و روان درمانی میکشه در درجه اول 3 تا ارزش اساسی رو درون خودش باید یعنی پیدا میکنه. یکی این که سلف لاو، خودشو دوست داشته باشه، سلف کامپشن، با خودش مهربون باشه، به اصطلاح امپاورمنت، اینی که احساس کنه که قدرت داره، توان داره، و بعد احساس ارزشمندی، سلف ولیو و اون سلف استیمش افزایش پیدا کنه. پس بنابراین اگر که انسان رو به شکل خیلی تقلیل گرایانه تشبیه کنیم به یه ماشین، ابتدا وقتی میره پیش روانشناس داره میره توناپ بکنه، ببینه که همه چیش سر جاشه، بالانس چرخا میزونه، نمیدونم باد چرخ میزونه، دور موتور همه چیزش حالا که میزون شد، حالا مرحله بعدی نیست که خیلی خب با این ماشین با چه سرعتی راه بری که بهترین افیشنسی یا بهترین کارآمدی رو داشته باشه. با این ماشین حالا میخوای کجا بری؟ پس بنابراین کسی که با روانشناس روبرو میشه در درجه اول یک ارزیابی صحیح و مهربانانه نسبت به خودش باید پیدا بکنه، جایگاه خودش رو در زندگی خودش باز تعریف بکنه،
اهدافش رو تعریف بکنه، به چی میخواد برسه. به قول شما میبینی سقفه، بعد میبینی این اهداف از یه مدتیه که خیلی رشد نکرده، انگار داره تو سقف خودش میخوره. اینجا که الان تو سقف خودش میخوره رو ما میتونیم بگیم که گره هایی که داره نمیذاره بیشتر از یه حدی بره بالا، انگار یه سری طناب به پاش وصله که این طناب ها از گذشته اومده یا از همین زمان حال اومده، این طناب ها رو باید باز کنه تا بتونه که اوج بگیره. حالا جالب مثالو زدید. من خودم یه بار دیگه تجربه داشتم که پیش مشاور رفتم، ولی خیلی سال پیش تو ایران، ولی تجربه‌ام کاملا متفاوت بود با اون تجربه‌ای که از وقتی که با شما شروع کردم مشاوره رو داشتم. آدما چجوری میتونن مشاور خوبشون رو پیدا کنن و اصلا به اصطلاح از کجا میتونم بفهمم که من با یه مشاور فیت خوبیم؟ واسه من قبل از اینکه که بیام مشاوره، خب من چون خودم خیلی مثلا ساینتیفیک هستم، بعد مطمئن باشم اعداد و آمار و ارقام همه چی کار کنه. اینجوری بود که خب شما یه گذشته‌ای داشتید که مدارک تحصیلی خوبی داشتید، آدم شناخته شده‌ای بودید و توی کانادا میتونستید هم به انگلیسی صحبت کنید هم فارسی، یه مدت زیاد اینجا زندگی کرده بودید و اون واسه من خیلی مهم بود که میتونستید از زندگی من مهاجر هم بعد از این همه سال اطلاع داشته باشید. به صورت کلی اگه یه کسی الان میخواد بره مشاور، بخواد بهش پیشنهاد کنید، چجوری میتونه مشاور خودشو پیدا کنه؟ ببین، اول از همه همینه که گفتی، یعنی اینی که تاریخچه مشاوره بخونیم. خیلی ها هستن که مثلا با یه فوق لیسانس مشاوره و لیسانس غیر مرتبط الان دارن کار مشاوره میکنن و طبق قوانین کانادا پذیرفته است، یعنی اینها سرتیفاید هستن، اینها معتبرن، بیمه پرداخت میکنه هزینه جلساتشونو، ولی سابقه شون توی مثلا فیلد مشاوره و روانشناسی فقط 2 ساله. یه کسی هستش که بیشتر درس خونده، ولی ممکنه اون چیزی که 2 سال خونده خیلی بیشتر از اون چیزی که 10 سال خونده عمیق شده یا عشق داشته، شوق داشته شخصا یاد بگیره. بنابراین یکی از آیتم ها این نیست که خب گذشته و تحصیلات طرف چیه. دوم اینه که مثلا تو سایت هایی مثل سایکولوژی تودی یا مثلا فرض کن سایت BCACC یا سایت هایی که دانشگاه دارن، اینا یه سری افراد رو معرفی میکنن، اینا رزومه هاشون هست. ببینید روانشناس خودشو چجوری معرفی کرده، چون که جهانبینی اون روانشناس رو شما باید بپسندی و بپذیری. مثلا اگر که و یکی از مراجعین من میگفت رفتم پیش یه روانشناسی که خیلی هم من قبولش داشتم، روانشناس خوب، این داستان اسحاق و نمیدونم میدونی یا نه، و اون فرشته‌ای که از آسمان میاد، اسحاق و خدا، جنگ اسحاق و خدا که توی تورات اومده رو روانشناسه براش تعریف میکنه و این به شدت بدش میاد، برای اینکه مثلا میگه خود مثلا چه اراجیفی گفت، مذهبی بوده اصلا نمیتونسته ارتباط برقرار کنه با اون آدم. یه آدمی که مذهبیه، خب شاید اگر یه روانشناسی که حداقل ضد مذهب نباشه، میدونی خیلی شخصیه. پس آره. این حالا این ارتباط، این حس شخصیه تو جلسه درمان هم مهمه. یعنی شما یه جلسه باید بری پیش تراپیستت، اون حست بگه که کلیک کردین، اون رابطه برقرار شد، چون رابطه درمانی بسیار 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 مهمه. خب ولی جدا از این رابطه درمانی و حس فردی و اون که به اصطلاح سابقه و کردنشیالش چیه، یک سری چیزا هستش که خیلی جهان شموله و باید دقت کرد. یکی این که روانشناس باید قضاوتگر نباشه. دوم این که باید بتونه فضای امن برای شما فراهم کنه. سوم اینی که باید دستورالعمل نداشته باشه، اجندا نداشته باشه. حالا اینجوری ممکنه برخی از روانشناسای خود خوششون نیاد، چون یک سری از رویکردهای درمانی مثل CBT اینا اجندا دارن، یعنی میگه آقا تو این جلسه بعد این کارو بکن، جلسه بعدی این کارو بکن، این مشقت اینه. ولی این باز دور اجندایی نیستش که خود روانشناس تعریف کرده باشه. طرف میاد میگه آقا من درمان CBT میخوام، این نیست که شما میرید جیم میگی آقا من میخوام 10 کیلو وزنم کم بشه یا اضافه بشه، مربی جیمت واسه یه برنامه‌ای رو میگه و تو باید اون برنامه رو انجام بدی. این مربی جیم برای تو تعریف نکرده که تو باید وزنتو زیاد کنی یا کم کنی، خودت تعریف کردی. اون مربی جیم داره مطابق با میل شما اون برنامه و دستور کار رو میچینه. از وقتی که من میگم اجندا نداشته باشه، به این معنی نیستش که دستور کار نداشته باشه، به این معنی است که او
صلاح شما رو بهتر از شما تشخیص نده. او فکر نکنه که تو لازمه که این کارو بکنی، اگه تا حالا نکردی و خیلی عقبی، بتونه تو رو درک بکنه، وارد دنیای، ما میگیم دنیای پدیدار شناختی، دنیای پیچیده و پر رمز و راز شخصی تو بشه و بر اساس اون نقشه راه تو بتونه تو رو همراهی کنه. یکی دیگه از ویژگیاش این است که باید بتونه تو رو امیدوار بکنه، نه اینکه مثلا چیر لیدر باشه. من یک کلاینتی داشتم کانادایی، اومد با من صحبت کرد و گفت من روانشناسمو پیدا کردم، تو هستی. گفتم چه مرسی نه، و گفت حالا توضیحی یا اون خواست بده یا من خواستم. این که میگم من پیش هر کسی رفتم اینا چیر لیدرن، اینا فقط تشویق میکنن تو میتونی باریکلا فلان اینا، ولی تو اومدی منو چالش کردی و اصلا هیچ امید الکی بخوای به یه نفر بدی نه، ولی نتیجه جلساتش این باشه که تو احساس کنی مشکل من اصلا اونقدران بزرگ نیست، یعنی بتونه یه گره‌ای رو برای تو باز کنه. و بعد اینکه حالا نه فضای امر رو گفتم که ایجاد کنه، قضاوتگر نباشه، امید بخش باشه، مشوق باشه. باز نه که تشویقت کنه ها بدو باریکلا، بلکه اصلا خودت از نتیجه جلسه احساس کنی که دوست داری که یه گام بری جلوتر، دوست داری که زندگی بهتری داشته باشی. و خب جزئیات دیگری هم هستش که خب الان شاید من حضور ذهن ندارم، میتونیم اگه بعداً ذهنم اومد بگم. اما در نهایتش هم اینه که این روانشناس باید حتما خودش یک متر و معیاری برای رشد خودش، برای اصلاح خودش داشته باشه. به عبارت دیگر خیلی از روانشناسا بعد از اینکه مدرکشون رو میگیرن فکر میکنن که خب دیگه کار تمام فارغ التحصیل شدن، ولی طبق همون سنت فرویدی روانکاو موظف بوده که خودش یک روانکاو داشته باشه. بعد از اینم که روانکاویش تموم میشه، امروزه مثلا میگن آقا اینا باید مجدداً برن سوپروایزر داشته باشه، کسی رو داشته باشه که اون به قول سوپروایزر من پاکت آف اینسانیتی خودش رو بتونه بره با یه نفر چیز کنه. در غیر این صورت اگر که یک روانشناس خودش فضای بازسازی و بازپروری نداشته باشه، مثل یک استخر آبی میمونه که تصفیه نداره و هر چقدر تمیز و خوش آب و رنگ و اینا باشه بعد از این مدتی کدر میشه. درسته، جالبه. من حالا طبق صحبت شما یه چیزی رو بگم، اینه که من خودم اولین باری که رفتم پیش مشاور خیلی سال پیش، 15 سال پیش، به من یه سری مشق داد و اصلا کانکت نشدم با اون طرف. ولی فکر کنم اینجوری بود که هم سن من کم بود، هم اینی که شاید اوشون سنشون بالاتر بود، من نتونستم درست کانکت بشم. اما توی جلساتی که ما داشتیم دقیقاً همین صحبت که شما میکنید، یعنی من اسم می‌کردم موضوع وسط بود، بعد شما مثلا منو می‌بردید اطراف این موضوع یه سری زوایایی که من تا حالا ندیده بودم و بعد من هی این زوایا رو بین جلسات بهش فکر می‌کردم و نظرم در مورد یه سری از موضوعاتی که صحبت شده بود و از زواید مختلف هی بهش نگاه می‌کردیم عوض می‌شد و به نظرم بیشترین استفاده که کردم از این جلسات تغییر یه سری دیدگاه‌های اشتباه نسبت به یه سری چیزا بود. حالا من سوال دارم، مخصوصا توی فرهنگ ما شاید اینجا خیلی راحت تره، خیلی تابوه پیش مشاور رفتن. یعنی اینجوریه که تو اگه رفتی پیش مشاور، طبق صحبت‌ها که شما کردید که از قدیم آدم مجنون فقط میرفته پیش مشاور، یکم همه اینجوری هن که خب چیه، مثلا مشکلی داری، داستان چیه، مثلا افسرده، یه نگاه منفی دارن و خیلی از مثلا مردا اینجوری هن که خب من که اصلا نیازی ندارم مثلا برم پیش مشاور. اصلا ضرب المثل داریم که اصلا مرد که گریه نمیکنه. این واسم سواله. بعد خودم همیشه اینجوری بهش فکر میکنم که هر آدم عاقلی به نظرم تو زندگیش باید مشاور داشته باشه، چون که اصلا من خودم به شخصه دوست دارم با کسی بشینم صحبت کنم و نقش مشاور اینه که به تو این مسیر کمک کنه، دست تو رو بگیره، یه سری جاهایی که نمیبینی رو بهت بده و تهش هم ماهی یه دفعه، هفته یه بار میشینه و که فقط صحبت میکنه، چیز اضافه یا کمی نداره. ولی اون شخصی که بتونه این علم و نالج رو
از آن خودش کنه توی این مسیر، به نظرم خیلی قوی تر از کسیه که هیچ وقت هیچ مشاوری نداشته باشه. حالا به نظرتون چرا این همیشه تابوه توی فرهنگ ما، یا کلا که آقا مشاور رفتن یه چیز بدی به حساب میاد تا یه حدودی؟ ببین خودت گفتی دیگه، اصلا بیمار روانی، دیوانه، مجنون، اینها کلماتیه که خیلی خیلی بارش سنگینه، یعنی خیلی چارج وردز هستن اینها، و کسی که این مثلا فکر میکنه مثلا روانشناس مربوط به دیوانگانه، طبیعتا گارد میگیره. این بد تعریف شده و یه مقدارش خب داره خیلی تغییر میکنه توی نسل جدید و توی جامعه. من اون روزی که توی ایران رفتم روانشناسی، من چون دکترای اولمو توی ایران گرفتم و چون منم ایمپاستر سیندروم داشتم، دکترای دوممو توی آمریکا گرفتم. من روزی که من روانشناسی خونده بودم، همه اولین چیزی که میپرسیدن از من این بودش که راست روانشناسا خودشون هم دیوونه میشن بعد از یک مدتی؟ یعنی اصلا نه اینی که کسی که میره پیش روانشناس دیوونه است، بلکه خود روانشناس هم بعد از این مدتی دیوانه میشود. خب این یه چیزیه که غلطه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینی که روانشناسی مثل هر صنعت دیگری همیشه سیاست روش اثر داره. خب توی کشورهایی که فردیت خیلی اهمیت نداره، جوامع غربی خیلی فردیت مهمه، فردگران. تو جوامع شرقی جمعگران. و بعد اگر که کسی بنا بشه بره پیش روانشناس، حرفش رو بزنه و روانشناس او رو بشنوه و به او احساس خوب منتقل بشه و او تشخص پیدا کنه و بتونه حرف بزنه و بتونه اظهار نظر بکنه و بتونه مثلا به پدرش برگرده بگه که نه آقا جان، شما این تصمیمی است که من خودم باید در زندگی خودم بگیرم، پس داره برخلاف سیستم کنترلی در یک جامعه‌ای که علاوه خصوص جامعه ما که همه ما یه عمود خیمه داریم که داره کنترل میکنه و بعد همینجور بندهای این خیمه، تنابهای این خیمه داره جامعه کنترلگری داریم ما. روانشناسی یکی از چیزهایی که تقدیم میکنه به مراجع آزادسازی، رهاسازی، امانسیپیتوریه، یعنی تو رو امانسیپیت میکنه، از بند و زنجیر حالا جامعه و فرد رها میکنه. خب پس آزادسازه. جامعه‌ای که با آزادی و فردیت مخالفه، پس به نوعی با این جریان هم مخالفه. پس مثلا خیلی بها نمیده و یه جوری برچسب میزنه، یه جوری سابوتاژ میکنه که کسی نخواد بره سمت روان. خیلی جالبه اینه که گفتید، واقعا جالبه، چون انگار اینی که به خاطر اینی که تو باید همیشه ارزش تو از اون جمع بگیری، اگه بخوای ارزش تو از هر چیزی به جز اون جمع بگیره، پس اون چیز خوبی نیست. جالب، من یه دفعه ازتون سوال کردم، اینجوری بودم که من به خیلی از این چیزایی که توی جلسه‌مون صحبت میکنیم قبلش فکر میکنم و ازتون پرسیدم که چجوریه من میام تو جلسه یه چیزی که خودم فکر کردم دقیقاً میدونم جوابش چیه رو ازتون میپرسم و شما بهم میگید، ولی من گوش میکنم، انگار به خودم گوش نمیکنم. و جواب شما خیلی جالب بود، اینه که توی جامعه ما، حالا توی جامعه کالکتیویست یا جمعگرای شرقی، به ما همیشه یاد داده شده که یه کسی بالاتره و بعد به اون گوش بده. یعنی من توی استیجی بودم که به حرف خودم هم گوش نمیدادم، حتی وقتی اینی که میفهمیدم این حرف یا این کار منطقاً درسته توی خودم. من اینجا برای یه چیزی بگم. ببین این باز دوباره من اگه اینو گفتم برای این گفتم که سلف والیدیشن و اون اعتبار یابی شخصی، این که خودت به خودت ارزش بدی، خود ارزش دهی رو تمرین بکنی. گفتم برای این دلیل میتونه باشه، ولی بنا نیست اینجوری باشه. درست. یعنی باز دوباره میخوام بگم که بنا نیست تو بری مشاور بهت بگه چی. اگر اونجا اون کار کرده، برای این نیست که من اون آینه رو جلوت گرفتم و گفتم آره این سلف والیدیشن، این اصلا اعتبار دادن
رو کودک از لحظه تولدش از والدینش میخواد و والدین این اعتبار دهی رو جای اشتباهی خرج میکنن. یعنی حالا بحث متفرق میشه، ولی یکی از همون نیروی سوم در روانشناسی انسانگرایی، راجرز، که خیلی هم روانشناس معروف و محبوبی هست، میاد میگه بچه آدمی که به دنیا میاد با یک سری ارزش‌های ارگانیسمی به دنیا میاد. ارزش‌های ارگانیسمی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که ارگانیسم رو برای شنوندگانی که آره ممکنه هر موجود زنده میشه ارگانیسم، یعنی حیوان میشه ارگانیسم، انسان یک حیوانه. هر چیزی که این حیوان رو موجب رشد و بقا و لذتش میشه، چون لذت هم خودش باعث رشد میشه، یعنی رشد معنوی نمیگیم، رشد جسمانی، زنده ماندنش، حیاتش. یه بچه گربه بر اساس ارزش‌های ارگانیسمی میدونه که چی رو بخوره چی رو نخوره. نه من مثلا سگم 1000 بار سعی کردم کاهو بدم، هی تو اینستاگرام این ور ور دادم کاهو میاد، اصلا کاهو رو لای گوشتم که بذاری توف میکنه. یعنی یه جوری ارگانیسم میدونه چی رو میتونه بخوره چی رو نمیتونه. آره تو دی ان ایش. حالا بچه آدمی هم میگه، راجرز میگه با این شرایط به دنیا میاد و میخواد حالا اینا رو دنبال کنه. پدر مادر این رو میان تکل میکنن، میان اینو جلوگیری میکنن، میان جهتش رو عوض میکنن. اگر کارهایی که خود بچه به شکل ارگانیک و به شکل طبیعی و به شکل فطری داره انجام میده انجام بده رو بهش تقویت بدن و بهش عشق پذیرش بدون قید و شرط بدن، اصلا بچه سلامت روانش دچار خدشه نمیشه. راجرز میگه اما پدر مادر نه، میان شرایط ارزشمندی، دختر خوب، پسر خوب، چی کارا میکنه چی کارا نمیکنه، عزیز مامان اگه این کارو بکنی، یا حتی مثلا توی مهمونی بچه مثلا شیرینی تعارفش میکنن ور میداره مامان چش قره میره. این بچه گیج میشه که این که باید اعتبار بدن به اون فطرت و به اون غریزه و به اون حس حیوانی انسانی اون کودک که برای زنده ماندنش و برای رشدش چه کارهایی بکنه چه کارهایی نکنه رو ازش میگیرن و یه چیزایی میدن که همش فرهنگی، همش اجتماعی، همش آموخته است و تازه خیلی هم غلط غلوطه. یعنی این خونه پلاک 2 با خونه پلاک 4 ارزشاشون هر جفتشون فکر میکنن مسلمونن، هر جفتشون فکر میکنن که فرهنگ اصیل آریایی دارن، هر جفتشون فکر میکنن مثلا خیلی هم پدر مادر خوبی هستن و چیزای مختلفی دارن به بچه‌هاشون منتقل میکنن. درسته. اینها باعث میشه که بچه باورش نسبت به خودش از بین بره. و تو اتاق درمان این باوره باید برگرده که آقا تو همه چیزایی که لازمه رو داری، احتیاجی نداری کسی برای تو تعیین تکلیف بکنه. ولی خب حالا الان که این افکار داری میگی و منم دارم میشنوم، به نظر منم خیلی درست میاد. میدونی، و بعد این فیدبکه باعث میشه که اون بهش میگن بازوالدینی حد و مرزداری. یکی از تعریف‌های روان درمانی بازوالدینی حد و مرز داره. یعنی در اصل یک، البته تو برخی از مکتب‌ها اینجوری میگن، این که یک کسی داره اون چیزهایی رو که پدر مادر تو گند زدن خراب کردن رو داره مجدداً با مهندسی معکوس درستش میکنه. درست. جالبه. یه سوالی که واسه من بود اینه که میگم من چندین بار انگار به اون سقف خوردم ولی هیچ وقت پیش مشاور نرفتم. به نظرتون اگه یه کسی داره این پادکست رو گوش میکنه، بزرگترین نشونه ای که یه شخص الان باید بره پیش مشاور چیه؟ ببین یا اصلا کلا همه باید برن پیش مشاور؟ یعنی من یادم توی یه کتابی خوندم که یادداشت‌های شهر شلوغ مال آقای تونه کابونی نوشته بودش. هر کتابی یه چیزای کوچولو کوچولو نوشته بود، هر کتابی ارزش یک بار خواندن دارد. بعد زیرش امضا کرده بود ناشر. یعنی یه ناشر یا همچین حرفی میزنه. بنابراین یه روانشناس یا یه مشاور میتونه که هر آدمی باید بره حداقل یه جلسه هم شده بره پیش یه روانشناس، چون این بالاخره رونیو ایجاد میکنه. من همچین صحبتی نمیکنم. خب ببخش من اینو صرفا واسه این میگم، این دوتا قسمت رو واسه این گفتم چون شما توضیح دادید، گفتید یه موقع ماشینه کار نمیکنه، یه موقع تو کمک میکنی که اون ماشینه افیشنت ترین حالتش کار کنه. یعنی این دوتا بخش متفاوته. خب حالا بنابراین من میتونم بگم که هر کسی
قطع یقین از مراجعه به یک مشاور خوب، از مراجعه به یک تراپیست منفعت میبره. خب کما اینی که مثلا بر فرض مثال هر کسی از رفتن پیش ماساژ تراپیست منفعت میبره، ولی آیا حالا بیایم بگیم همه برن پیش ماساژ تراپیست؟ یا هر کسی، من معتقدم از یه رقص خوب، از یه کلاس رقص خوب اگر بره، یه موسیقی بلد باشه، میتونه زندگیش غنی‌تر باشه. ولی آیا حالا همه بیان برن مثلا موسیقی یاد بگیرن؟ این برمیگرده به استانداردهایی که شخص واسه زندگیش تعریف میکنه. خیلی از آدم‌ها اصلا برخی از مسائل براشون مطرح نیست، یعنی چون اینها به ضریب هوشی آدمان برمیگرده، به خیلی مسائل فرهنگی برمیگرده. یه طرفی مثلا فرض کن یه تحصیلاتی کرده یا دیپلمی گرفته، الان هم یه کاری داره، یه نونی داره در میاره، میره با خانوادهش میخوره و مثلا نه دنبال این نیست که خیلی تغییرات عمده‌ای در زندگیش، اصلا بیای به این بگی آقا هدف یابی کن برای زندگی، دنبال این ممکنه اصلا همین راه رفتن خودش هم یادش بره، بخواد راه رفتن کپکو یاد بگیره. خب درست. ولی اصولاً دو دسته افراد میرن پیش روانشناس، یا افرادی که خیلی دارن درد میکشن یا رنج میبرن، یا افرادی که درد بودن رو حس میکنن. این درد بودنه فرق میکنه با درد کشیدنه. یعنی این موقعیت وجودی آدم که دازاین میگه هایدگر، being there، یعنی هستی. اصلا فکر بکنی که آقا این هستی که 96 میلیارد سال نوری دو سرشه، که تازه ما نمیدونیم کازمیک هورایزن جلوتره، چقدر فضا جلوتر از اینه، 96 میلیارد سال نوری، من اینجام. اصلا یه خورده بهش فکر کنی گیج میشی، ترسناکه. بعد میخوام من اینجا میخوام چیکار بکنم، چجوری از این فرصت کوتاه بیشترین بهره رو ببرم، چه امکاناتی هست که من بهره ببرم. خب یکی اصلا نمیخواد برقصه، یکی نه میرقصه، مثلا آهنگ میذاره جلو آینه میرقصه. مثلا من از بچگی خیلی دوستم برقصم، ولی خب من یه کلاس رقص میرفتم، الان حداقلش توی مهمونی میتونستم پشم یه در شأن مجلس یه غیری بدم، ولی خب کلاس رقص رو نرفتم. تحرکه رو داشتم، هنوزش هم دوست دارم برقصم، قطعی یقین میرم کلاس رقص بهتر میرقصم. بنابراین دو دسته آدم میرن پیش روانشناس: آدم هایی که میخوان برن درمان بشن، به عبارتی کوپینگ استراتژی های بهتری پیدا کنن، بتونن بهتر با مشکلاتشون دست و پنجه نرم کنن، یه مشکل مداومی که به تنهایی از پسش بر نمیان. اصلا چه میشه که تو باید بفهمی باید به روانشناس نیاز داری، انتخابت نیست، جبره. میدونی؟ جبره. یکی بلند میشه میره پیش متخصص تغذیه برای اینکه میخواد بهداشت تغذیه‌اش افزایش بده، میخواد بهتر بخوره، میخواد مثلا پیش آیورودا میره، یا میره پیش طب مثلا یه طب کلنگر، میشه پیش نچروپاتیک دکتر، میگه من میخوام مثلا طول عمر داشته باشم، میخوام نمیدونم مثلا استامینای بهتری داشته باشم. اینا دکترم یه چیزایی بهش میگه، این اختیاره. ولی یه آدم دیگری بیماری قند داره درست. و میگن آقا اگر که درست نکنی پاتو قطع میکنیم، یا اینی که چاقی مفرط داره، این جبره، این باید بره پیش متخصص تغذیه تا درست کنه مشکلشو. چه وقتی مراجعه به درمانگر و روانشناس جبره؟ اول اینو بگیم، بعد بگیم چه وقتی هست که اختیاریه. جبره وقتی که تو مکرر در حل مشکلات روزمرت به شکست برخورد، شکست میخوری. جبره وقتی که سطح اضطرابت بیش از حد قابل مدیریت کردنه، یعنی با اضطراب خواب بیدار بشی، تو طول روز بی دلیل دلشوره داری. وقتی که تو روابط بین فردیت مکرر در مکرر شکست میخوری، با هر کی دوست میشی بعد 3 ماه یا سرتو کلا میذاره، یا دعوات میشه، یا مثلا پولتو میبره، یا اینی که تو باهاش دعوا میکنی، یا اینی که اصلا خیلی تنهایی نمیتونی باز خودت یه رفیق پیدا بکنی. جبر وقتی که شما از زندگیت لذت نمیبری،
به یک آنهدونیا رسیدی و زندگی واسه یک چیز ملال‌آور و سخت و جبره. وقتی که نشخوار فکری داره تبدیل به وسواس میشه، جبره وقتی که تو روتین زندگیت مختل شده. حالا مسائل دیگه هم هست، ولی اختیاره وقتی که میبینی نه ماشین داره راه میره ولی مثلا دنده عوض میکنی نمیکنه، دوست داری کارآمدتر باشی، دوست داری مثلا موفقتر باشی، پیش خودت فکر میکنی آقا من این کتابو مثلا 3 بار خوندم ولی هنوز نمیتونم بفهمم. این دوست من مثلا رفته یه شبه خونده یا مثلا یه بار خونده بهتر از من فهمیده. بعد مثلا خب اینجا میتونه روانشناس به تو کمک کنه با تکنیکای متاکاگنیشن درس تو بهتر بفهمی. خب میشه اختیاره وقتی که تو احساس میکنی که قابلیت هایی داری که این قابلیت ها نیازمند شکوفا شدنه. جبر وقتی که تو داری تو بخوای از بیماری اجتناب بکنی. اختیاره وقتی که تو میخوای در سلامت ارتقا پیدا بکنی. جالبه، داره دقیقا همون دوتا همون ماشینی که خرابه و میخواد سریع تر بره. یه چیزی که خیلی دوست داشتم امروز حتما در موردش صحبت کنیم، هم من هم شما مهاجریم و تو طول مهاجرت با خیلی چیزهای مختلفی دست و پنجه نرم کردیم، مخصوصا کسایی که دانشجویی میان اینجا. یعنی من خودم سال 2017 به صورت دانشجویی اومدم اینجا و 2 تا بعد مختلف بود. یکی اینی که فضای من فضای جدیدی بود، امکاناتی که داشتم کاملا متفاوت بود. دومیش هم این بود که فرهنگ غالب یه فرهنگ متفاوت بود، یعنی همه چیز متفاوت بود. درس خوندن من متفاوت بود، اون دوستایی که نداشتم، اون آدم‌هایی که مجبور بودم باشون رفت آمد کنم متفاوت بودن، هم کلاسی‌های دیگه‌ام. مدلی که جامعه ارزش گذاری جامعه متفاوت بود، یعنی واسه من دوباره خودم رو ادجاست کنم اون جایی که بودم قبلا توی کشور خودم متفاوت بود. کلی چالش داره توی مهاجرت. به صورت کلی واسه اینه که یکم حداقل همون اول مهاجرت واسمون آسون تر باشه وقتی که اینقدر همه چیز واسمون متفاوته. شما چه کاری رو پیشنهاد میکنید آدم‌ها انجام بدن تا راحت تر منطبق بشن؟ ببین چند تا مسئله همزمان میاد تو ذهن من. اولیش این است که حرف نیچه میگه کسی که چرایی برای زندگی دارد با هر چگونگی کنار میآید. چک کردن چرایی اینی که من اینجام خیلی مهمه. من اینجا یه با اجازت اگر حالا بعداً از توی پادکست دوست داشتید در بیارم از جهت این که بدونی مثلا خود منم با این کالچورال شاکه روبرو بودم. بله. من مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران بودم که اون موقع هنوزم از لحاظ فیزیک و جغرافیا بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است، چون که زمین مفت داده بودن آقای جاسپی و خلاصه بزرگترین دانشگاه رو ساخته، ولی خب دانشگاه معتبری هم بود و هست و من اونجا مدیر گروه شده بودم در روانشناسی در سن 32 سالگی. مدیر گروه یعنی چی؟ یعنی دپارتمنت چیر. دپارتمنت چیر که خب پوزیشنی بود بس خودش. و من خیلی هم به روانشناسی علاقه داشتم، یعنی من عشق دارم به روانشناسی، برای اینکه برای خودم مفید بوده، برای خودم کار کرده و بسیار از سوالای من جواب داده شده و بعد اصلا آدم فضولی ام، آدم کنجکاوی ام، آدمی هم که دوست دارم سر در بیارم از مسائل و خب چون فلسفه و روانشناسی با هم خیلی جام شونه به شونه میشن من دوست داشتم و لذت می‌بردم. از طرف دیگه فکر میکردم که مشکل جامعه ما وقتی حل میشه که روان مردم جامعه ما از این آشفتگی نجات پیدا بکنه و احساس رسالت اجتماعی میکردم. دانشجوی روانشناسی که میومدن خب من براشون اون اورینتیشن سشن میذاشتم و حرف میزدم و گفتم که مثلا روانشناسی ما میخوایم که مثلا سطح روانشناسی رو در کشور ارتقا بدیم برای اینکه این همه آشفتگی در جامعه، آشفتگی روان مردم و روانشناسی خیلی خیلی مهمی. با تمام این احوال تو 36 سالگی حالا بگی دچار بحران میانسالی شدم یا دیگه اصلا لذت نمیبردم از
از اون فضای آکادمیک و اون سیاسی کاریایی که تو دانشگاه بوده دچار یه پروسه‌ای شدم و حتی میخواستم درسمو ول کنم برم سراغ کاسبی، چون من خانواده بیزینسیه و همه تو خانواده ما بیزینسمن‌های موفقی بودن. ولی باز دوباره توی یه خودکاوی دیدم نه، من همیشه رؤیام این بوده که برم استنفورد درس بخونم و مثلا این دشت بی فرهنگی ما هرز تموم علفاش که کی میتونه جز من تو درد ما رو چاره کنه، من بتونم یه درمانی واسه دردمون پیدا بکنم. پس در 37 سالگی استفاده دادم و رفتم آمریکا که خب درسمو ادامه بدم و حالا مسیرش افتاد به اینی که از قضا سرکنجبین صفرافزود من از استنفورد رسیدم به مدرسه هیپیا و دکترای دومم اونجا گرفتم. خیلی خیلی سخت بود، خیلی خیلی درد کشیدم توی مهاجرتم به خاطر اینی که I was somebody. یه دانشجویی که الان مثلا اونجا لیسانسشو گرفته میاد اینجا حالا فوق لیسانس بگیره یه جور سختی میکشه، یه آدمی که واسه خودش نمیدونم مطبشو داشته، برنامه تلویزیونیشو داشته، مدیر گروه بوده، دانشجوها زیر دست و بالش بودن و حالا میاد اینجا میشه مستر نوبادی و یه استودنت جاب خیلی لو لول میگیره. من مدام چیزی که بهم کمک میکرد این بحران رو رد کنم این بودش که خودت تصمیم گرفتی بیای اینجا و میتونی هر لحظه تصمیم بگیری برگردی. پس اینی که شخص به خودش حق انتخاب بده و فکر نکنه من راه برگشت ندارم، فکر نکنه من شخصیتم، شأنیتم، ارزشم به اینیست که الادم مثلا باید تا تهش برم. نه، اگر برات کار نمیکنه تو این آزادی رو داری که هر موقع خاصی برگردی. بعد یکی از کلاینت هم گفت به من که من اومدم UBC خیلی برام سخت بود، برام فارغ التحصیلم شد، دکتراشم گرفته. میگفت یه روزی پدرم زنگ زدم گفتم پدر من اگه برگردم اینجا همچنان تو مثلا منو میپذیری؟ گفت بله پسرم، تو عشق منی، تو پسر منی، اصلا خونت اینجا هر گفت خیلی به من آرامش داد که من اینجا اگرم مثلا نتونم موفق بشم اونجا بابام بهم نمیگه مثلا من فرستادمت بری درس بخونی مثلا نتونستی. دوم، مهربانی با خوده. مهربانی با خود بخشش است که آقا جان تو اگر مثلا بر فرض مثال رفتی جیم، مثال بدنسازی مثال خوبیه چون اصولا آدم‌ها اختیاری میرن بدنسازی و حالا گذاشتی 20 دقیقه میخوای بدوی و نفس داری میزنی و داری عرق میکنی و پات داره درد میگیره و اینا، خب you signed up for it. تو خودت برای این کار داوطلب شدی، کسی مجبورت نکرده. سوم اینی که درک واقع بینانه داشته باشیم از مهاجرت. یه چیزی وجود داره به نام شوک فرهنگی که برای همه هست. از ایران تو بیای، از آلمان تو بیای یا از آمریکا تو بلنشی بیای یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، دوچار شوک فرهنگی میشی. زبانشون رو بلد نیستی، فرهنگشون رو نمیشناسی، روابطشون رو بلد نیستی، قوانینشون رو نمیشناسی و مدام احساس بیگانگی میکنی. این احساس بیگانگی یک چیز خیلی طبیعیه. فکر نکنید که تو فقط داری این احساس رو میکنی. هر کسی که میاد به یک شهر جدید، تو ایران تو مثلا از تهران بلند شو برو تبریز، از تبریز بلند شو برو شیراز، این شوک فرهنگی، ولی خب اونجا زبونه همونه، قانونه همونه، دینه همونه، بالاخره یه جورایی میتونی خودتو متعلق به اون فرهنگ بدونی. اینجا نمیتونی متعلق به اون فرهنگ بدونی. پس احساس انزوا میکنی، احساس میکنی که ارتباطاتت با دیگران قطع شده. بعد اینجا احساس بی‌ارزشی میکنی، اینجا مدام خودتو و تصمیم خودتو میبری زیر سوال، شک میکنی، شک بسیار بسیار تو رو تضعیف میکنه. اینها شرایط به اصطلاح بهش میگن کالچورال شاکه و دانشجویان بین‌المللی حتما باهاش روبرو میشن. پادتنش چیه؟ پادتنش مهر به خویشه، پادتنش خودباوریه،
تأیید و تأکید بر اینی که به هر حال هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. من همین سفری که شما در جریان بودی رفتم ایران و برگشتم، اون چیزی که حافظ میگه منجنیق حوادث، واقعا از 3 جهت من تحت فشار بودم، فشاری که واقعا همون که میگم اضطراب رو نمیتونی کنترل کنی. صبح خواب بلند میشدم احساس میکردم جلوم داغ، سینم داغ از شدت اضطراب. و هر کدوم از اون چیزها، حالا اصولا آدم میمقدارم پیش بینی تو شرایط اضطرابی آدم بعد ماجرا رو بیشتر میبینه تا خوب ماجرا رو. هر کدوم از اون اتفاقات میتونست واقعا برای من هزینه‌های خیلی خیلی جبران ناپذیر داشته باشه. ولی کاری که میکردم صبح که از در خونه میرفتم بیرون میگفتم چقدر تحت فشارم، ایول چه خوب، مرسی خدایا، ممنون که این فشار روی منه. به چند دلیل. یکی این که اول، حالا اینا حرفایی است که من نمیگم علمی نیست ولی حرفای عرفانیه، زندگی ابتدا توان تو رو محک میزنه و بعد بار رو دوشت میذاره. پس دمش گرم که یک بار در این سطحی رو دوش من گذاشته، پس من چقدر قابلم که بارم اینقدر سنگینه. دوم اینه که این فشار قطع یقین یه محصولی میده. زغال سنگ زیر فشار تبدیل به بریلیان و تبدیل به الماس میشه. پس چه خوب که من تو این کوره حوادث دارم آب دیده میشم و میدونم که این یک دگردیسی و یک باروری و یک تولد دوباره میده. پس یک دانشجوی بین المللی خوبه که بدونه که آقا سخته ولی نابرده رنج گنج میسر نمیشه. دیگر اینی که حتما شبکه روابطش رو گسترده کنه. ما انسان ها در آدمای اجتماعی هستیم، حیواناتی هستیم که با قبیله زندگی میکنیم، با گله زندگی میکنیم. اینجا که میایم از قبیله، از جامعه، از گله‌مون، حالا گله خورده گله‌ایه ولی واقعا حتی همون گلهه به آدم احساس امنیت میده. یعنی شما تو خیابونای تهران که قدم بزنی میبینی دور و برت شلوغه، همه ایرونیان، حتی هر مشکلی هم که داری یه خورده آروم میشی. مثلا مدرسه که میرفتیم اگر یه خطایی میکردیم میفرستادن پشت دفتر، یکی دیگه هم که میومد دم دفتر بغل دست ما وای میساد، یه خورده احساس آروم میشه. یا که امتحان خراب میکنی با اینکه سوال میکنه اونم خراب کرده آروم میشی. بنابراین اینجا همین کاری که شما دارید میکنید، انجمن ایرانیان مثلا UBC، اینجور چیزها دقیقاً داروی درد این ماجرا هاست که آدم دوستای جدید پیدا کنه، آدمای جدید پیدا بکنه و بشنوه که دیگران هم همین مشکلات دارن. و اتفاقا اینجا یکی از اون جاهایی است که با زور آدم میتونه با رفتن پیش مشاور این بار رو سبک بکنه، چون که وقتی که خودش تو این شرایط هست خیلی خوب نمیبینه و یه مشاور میتونه بگه آقا مثلا تو اگه صبر کنی 3 هفته دیگه، 3 ماه دیگه این درد تموم میشه، این میگذره. اینها میتونه خیلی مفید باشه. من نمیدونم حالا سوال شما رو جواب دادم یا خیلی حاشیه رفتم، ولی بالاخره به نظرم خیلی جواب جالبی دادی. چون من یه مثالم براتون بزنم، این که من نسبت به بقیه دوستایی که حالا اعضای انجمن هستن با هم دیگه درس میخونیم، ورزش میکنیم، غذا میخوریم، جای مختلف میریم، اکثر روزمون رو با هم دیگه میگذرونیم. ولی سن من حالا از یه سریاشون بیشتره، مثلا 7-8 سال با هم دیگه تفاوت سنی داریم. چیزی که من هی سعی میکنم بهشون بگم اینه که مثلا میگم ببین چقدر دانشگاه قشنگه، اصلا پیاده روی کن اینجا، یا مثلا وقتی داری درس میخونی سعی کن ازش لذت ببری. واقعا اون پایانه نیست که مثلا تو حتما باید بهش برسی. ولی خب فضای یه سری از دانشگاه مثل UBC یا یه سری دانشگاهی که توش خیلی رقابت زیاده آدما رو انگار میبره به اون سمتی که باید با هم دیگه رقابت کنید و مهمترین ارزش تو اینه. یعنی انگار این ارزش رو بهشون میده. و من چیزی که احساس کردم اینه که هرچی سنم میره بالاتر ارزش رو از خودم، حالا شاید شخصیه، از خودم سعی میکنم بگیرم. ولی چجوری میشه با آدمایی که سنشون کمتره یه جورایی صحبت کنیم، بهشون بگیم که از این مسیرت لذت ببر، دانشگاه به این خوبی داری، سعی کن از امکاناتش استفاده کنی، سعی کن بیای توی جمع با آدمای مختلف صحبت کنی، دوست پیدا کنی.
من به اینی که شانس میتونه در زندگی تو خیلی تأثیر داشته باشه معتقدم، و اینه که تو شاید ممکنه با یکی از این صحبت‌هایی که می‌کنی، دوست جدیدی که پیدا می‌کنی یا یه جای جدیدی که میری، یه پنجره، یه در جدیدی تو زندگی تو ایجاد کنه که تو رو خیلی خوشحال‌تر کنه. و من اینو یکم چالش برانگیز می‌بینم که به دوستایی که یکم سنشون کمتره و توی این رقابت هستن، فقط یه کمی مثلا بهشون بگم که حالا یکم آروم‌تر سعی کن لذت ببری از این مسیر. ببین دقیقا همین که داری میگی مسئله چالش برانگیز بودن است. یعنی مثلا فرض کن که ما یه حالا اسم نمیبرم، یه همکلاسی داشتیم که این اگر 19.75 میشد میشست گریه میکرد. آخر سرم من فکر میکنم با رتبه 1 رقمی یا 2 رقمی پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، پزشک شد، متخصصش هم گرفت و بعد کلا پزشکی و همه چیز رو گذاشت کنار و مشغول یه کاری تو بازار شده بود. اون اگر بهش میمدی میگفتی که آقا حالا 19.75 هم خوبه، من 16 گرفتم خوشحالم، مثلا درس دبیرستان مثلا، اصلا فکر میکرد که تو داری هویت یابی انقدر شخص میکنه با اون ماجرا که بعد شما رو مخالف خودش میبینه، در مقابل خودش میبینه. و ما اصولا جوگیر میشیم. حیوانات از جمله انسان یکی از ویژگیاشون همنوایی با جمعه. شما توی بزرگراه داری واسه خودت رو آروم آروم رانندگی میکنی، لذت میبری، موسیقی رو گوش میکنی، یکی بغلت میاد و 2 تا گاز میده و میره، احساس میکنی تو هم باید گاز بدی. اینا خب یه سری تکانه هایی است که به شکل طبیعی وجود داره. و رشد همون که گفتیم بعضی وقتا فقط برای بیماری نیست آدم میره، برای رشد، برای پالایشه، برای آگاهی بیشتره. این نیست که آدم بدونه کجاها رفتاراش اتوماتیکه و چگونه میتونه آگاهی خودش و انتخاب خودش رو بیاد روی اون اتوماتیک سوار بکنه. برای یک همچین مواردی من راهکارهای غیر مستقیم رو مفیدتر میدونم. همون صحبتی کردیم که برای کالچورال ستلمنت و اینجور چیزا، مثلا شما اگر که یه سایکودرام بگذاری توی دانشگاه و دانشجوی جدید بیان و یا یک گروه بگذاری، افراد بیان تجربیاتشون رو در میون بگذارن بدونه که کسی مستقیما به کسی بخواد نصیحت بکنه، بدونه که همین آدما بعد با مشاهده یاد میگیرن، با اینکه کسی تجربیاتش رو در میون بگذاره. مثلا من شخص خودم توی آمریکا که رفته بودم، سان فرانسیسکو زندگی میکردم، شهر نسبتا گرونیه. به من و درسای دانشگاهم، کلاسایی که میرفتم و پیپرها و هومورک های اساینمنت هایی که داشتم دیگه پرش 4 روز وقت منو میگرفت. من شاکی بودم از اینکه این 3 روز دیگه همو دارم تلف میکنم. من اومدم اینجا دارم اینقدر مثلا دلار خرج میکنم، اینقدر تحت فشار، این 3 روز هم برم یه چیزی یاد بگیرم. هی دنبال این بودم یه ورکشاپی، یه چیزی، یه دستاوردی داشته باشم. تا بعد وقتی که برگشتم ایران دیدم که من چقدر اون 3 روز میتونستم هیچ کاری نکنم و فقط از آسمون آبی و نمیدونم هوای مهالود بعد از ظهرای توین پیکس، خونه ما توی پاسیفیک هایت بود که توین پیکس رو میتونستیم ببینیم که اینجوری فیتیله مه از اون ور اقیانوس از اون ور کوه میمد، جاری میشد، اصلا چیز بی‌نظیر که تو فقط بشینی تماشا کنی. من فکر میکنم اون لحظات از عمرت حساب نشه. یعنی و یه انگار تنشی برای اینکه حتما به یه جایی برسم، حتما مثلا یه کار مهمی بکنم. یادم رفته بود که از زندگی باید لذت برم، علیرغم همه این چیزایی که آموخته بودم. و اینجا بودش که من خب با اروین یالوم کار کردم که روانشناسی بسیار معروفیه و تو استنفورد مثلا رفتم برای ایشون و بعد خب دوست شدیم، رفت آمد میکردیم و بعد من به عنوان تراپیست ازش استفاده کردم یه مدتی. همین ها رو تونست به من منتقل کنه که آقا این لحظه حال این زندگی توه و معلوم نیستش که حالا فردایی هم وجود داشته باشه. تو وقتی فردات پرباره که امروزت سرشار باشه
و الا اگه امروزت رو تو به هوای فردا بخوای قربانی بدی، فردات رو به هوای پس فردا قربانی میدی و همش داری زندگی خودت رو برای رسیدن به آینده در جستجوی محال، حالا ایشالا از شنبه، حالا ایشالا بعد از اینکه دکترامو گرفتم، حالا ایشالا بعد از اینکه شغل خوب پیدا کردم، پول در آوردم، نمیدونم فلان کردم، اون موقع وقتی که از زندگیم لذت ببرم. نه دیگه اون موقع اصلا بخوای لذتم ببری نمیتونی، چون لذت بردن یاد نگرفتی. لذت بردن مثل هر چیز دیگه یه فنه و تو باید تمرینش بکنی. خوش بودن، اون خوشی و شادمانی درونی رو تو باید چی میگن کالتیویت کردن، ترجمهش چی میشه، باید بتونی در خودت بپرورونی. و الا نمیشه تو مثلا یه عمری ابوس فقط درس خوندی، نمیدونم نمره گرفتی، رقابت کردی، نمیدونم اسکالرشیپ گرفتی، بعد نمیدونم رقابت کردی، شغل گرفتی، رقابت کردی، پروموشن گرفتی، بعد حالا پوله رو داری، همه چی رو داری، بگی خب حالا برام لذت ببرم. نه، این اصلا بذرش در تو، اصلا اون چی میگن ظرفیتش در تو ایجاد نشده که حالا بخوای گسترشش بدی. یه چیزی که غلطه به نظر من و توی ایرانیا خیلی هست اینه که میگن حالا تو درستو بخون، بعد که درستو خوندی بعد برو مثلا دختربازی کن، بعد برو این کار کن، فعلا درستو بخون، مطمئن باش که این کارو میکنی. من می‌خواستم از نظر شما وقتی یه کسی یه تایم زندگیشو فقط میذاره واسه یه بعدش که میشه تحصیلاتش حالا یا کریرش در آینده، چه چیزایی رو میتونه از دست بده؟ یعنی مثلا یه سری چیز مثل داشتن رابطه یا دختربازی اینا رو بعد تو توی کل زندگیت همراه خودت هی اینا رو یاد بگیره، تمرین کنی و بیای جلو. و تأثیرش چیه اگه تو مثلا بری فقط 10 سال درس بخونی بعد بری؟ حالا همین اول از همه اینی که درس تو بخون، بعد وقت برو دختربازی کن. اول از همه که هر چیزی یه سنی داره. خب دیگه تو درس تو خوندی نه دیگه دختربازی دیگه نمیتونی بکنی، بعد بری زن بگیری. حالا ما داریم خیلی مردونه صحبت می‌کنیم، درسته؟ چون خانوما هم اصلا پسربازی ممکنه بکنن. یعنی تو بالاخره رابطه توی 20 سالگیه که تو فرصت داری که هی گند بزنی، هی قر کنی، هی آشتی کنی، هی امتحان کنی، نمیدونم اینا. ولی 36 سالت شد تازه بخوای مثل یه تینیجر بری دنبال رابطه، یه خورده نامیزونه. وقت ازدواجت میشه 50 سالگی، بعد بچه تو 60 سالگی به دنیا میاد، بعد دیگه 90 تو اصلا نمیبینی. حالا اینا یه خورده عامیانه دارم صحبت میکنم ولی یه خورده علمی تر بخوایم صحبت کنیم، بعد ببینیم تحقیقات چی میگه. آیا تو در درست بیشتر موفقی اگر یک رابطه عاطفی عمیق داری، یا نه اگر که سلیبتی، اگر که تعذب و تجرد رو انتخاب میکنی که تمام وقت تو بذاری واسه درس؟ اون موقع وقتی میریم تحقیق میکنیم، تحقیقات رو نگاه میکنیم، ببینیم نه اتفاقا آدم‌هایی که تو درسشون، آدم‌هایی که تو رابطهشون احساس تعلق و احساس آرامش و لذت میکنن، تو درسشون به مراتب موفق ترن. چون اضطراب کمتری دارن. چرا؟ چون انرژی بیشتری دارن. شما بالاخره تو همین شهر سرد بارونی، یکی از کلاینتای من تو جلسه درمان پارتنرش داشت، دوست پسرش داشت باهاش کات میکرد، داشت گریه میکرد، میگفتش که چیزه یادت باشه ها 2 مرتبه پاییز ونکوور هم میاد، 2 مرتبه هوا بارونی میشه. یعنی که 2 مرتبه تو احتیاج به یه نفری داری. تو الان داری مثلا این رابطه رو توی این فضا که آدم افسردگی فصلی خیلی خیلی رایجه. ما کسی که تو کلینیکمون به اصطلاح از مدیر از ادوایزر کلینیک ماست داشت میگفتش که من دارم میرم فلوریدا تا 3 ماه هم بر نمیگردم. گفتیم خوبه اینجوری آدمای پولدار زندگی میکنن؟ گفت نه واقعا زنم افسردگی فصلی میگیره و سویسایدال میشه و اصلا ما 3 ماه پاییز زمستون اینجا نمیتونیم بمونیم، باید بریم یه جای گرم. خب حالا یه همچین آدمی توی همچین فصلی یه کسی رو داشته باشه که یه آغوش گرمی، یه دست چی میگن گرم دوست مانندی دستشو بگیره، خب حتما تو درسش هم موفق داره. این یک. دوم این که وجودگراهای اگزیستانسیالیستا میگن که برای مقابله با اضطراب مرگ
شما باید با مرگ روبرو بشی، با فناپذیر بودن خودت روبرو بشی. اون موقع اضطرابت کم میشه، اون موقع زندگی معنیدار و زندگی هستیدار خواهی داشت که هر لحظش در رابطه بین 3 تا دنیای بودن با خود، بودن با دیگران و بودن در هستی، تو یک تعادلی رو حس میکنی که این تعادله هم سلامت تو حفظ میکنه، هم شادی تو افزایش میده و هم زندگی تو کارآمدتر میکنه. میگه آدم ها برای اینکه با فناپذیری خودشون روبرو نشن و میترسن که بدونن آقا الان هستن ممکنه فردا نباشن، برای خودشون یه سری سناریوهایی تعریف میکنن که این سناریوها اونها رو در اصل هیپنوتیزم میکنه و به خودشون یه وعده دروغینی میدن که اگر خیلی خوب درس بخونن، اگر خیلی خوب موفق بشن، میتونن با فناپذیری خودشون مقابله بکنن. در اصل میگه درد اینها درد فناپذیریه که خودشون رو غرق میکنن در کار و در زندگی اجتماعی و در موفقیت. چرا؟ چون نمیخوان این لحظه حال رو تجربه بکنن. از یه زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، از زاویه یونگی بخوایم نگاه بکنیم، اینیست که میگه آقا تا یه مقطعی افراد همش دنبال اینن که ببینن جامعه چی تایید میکنه و اینها بعد میرسن به جایی که به بحران میخورن. من مثال از بحران میانسالی خودم رو زدم دیگه که واسه آقا دیگه as good as it gets. تو 32 من 27 سالم بود استاد دانشگاه شدم، 32 سالم بود مدیر گروه شدم. خب مثلا دیگه یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم. خب میرسی به جایی که خب so what؟ و اون موقع بحران عمیقی ممکنه، یعنی به اصطلاح تو داری پشت گوش میندازی، داری به تعویق میاندازی روبرو شدن خودت با سوالات اساسی زندگی هر آدمی که من کیم، اینجا چی کار میکنم، از اینجا به بعد کجا میخوام برم. میدونی این سوالات رو باید باش روبرو بشی. بعضی وقتا درس خوندن و دنبال پول رفتن و دنبال کار رفتن زیاد که همش آدم رو به قول معروف مسخ میکنه و از زندگی، یعنی از هویت شخصی تبدیلش میکنه به یک مهره اجتماعی، به یک چرخ دنده در نظام اجتماعی. برای این است که آدم نمیخواد به این سوال ها جواب بده. برگردیم به سوال اول شما، اینی که پاسخ به اونایی که میگن آقا فعلا الان هدفتو بذار رو درس و بعدن هیچ بعدنی وجود نداره. هیچ کسی تضمین نداده که الان این مثلا مشکلات جهانی تبدیل به یک جنگ تکنولوژیک مثلا الکترونیک نشه، یا مثلا چین و آمریکا بزنن به یه جایی که اصلا بعدنی دیگه وجود نداشته باشه، بعدن باید بری تو جنگل زندگی کنی. خب این لحظه است. اگر این لحظه رو گرفتی. دوم اینی که قانون کلید طلایی یا قانون تعادل طلایی ارسطویی اینه که تو باید بین تمامی جنبه‌های زندگیت یک تعادلی برقرار بکنی. امروز روز هولیستیک و یک پارچه نگر سلامت، شادمانی، موفقیت. تو اگر فقط تو یک جنبه زندگیت موفقی، مثلا بهترین جراح قلبی، من مراجعه داشتم که جراح بوده خودکشی کرده، مراجعه داشتم که عرضم به حضور شما که بیزینسمن بسیار بسیار موفق بوده خودکشی کرده. البته بعد از خودکشیشون اومدن پیش من، یعنی خودکشی اقدام به خودکشی کرده. خب چرا؟ چون که زندگیش پوچ بوده. من یه مثالی بزنم از یکی از بستگانم، دایی خودم خیلی اسکی بازه و تو تمام پیستای اسکی دنیا بجز میگفت چه فلان پیست توی چیلی اسکی کرده. میگفت من 17 سالم بود میرفتم با اتوبوس، با مینی بوس میرفتم دیزین، با تویوب اسکی میکردم. برادر بزرگم میگفت مثلا ابله بشین درس تو بخون، بعدن که نمیدونم چی شد برو سن موریس اسکی کن. من میگفتم که من اگه الان نرم اسکی کنم، بعدن هم که پولدار بشم اسکی
نمیکنم. بعد وقتی اینو تعریف میکنم یه نشون به این نشون که آقداداش ما یه دفعه هم نرفت پیست اسکی، ولی منی که با ذوق و شوق جمعه ها میرفتم اسکی، این اسکی شد بخشی از زندگی من و الانم که میتونم تو کل دنیا به چرخم برم اسکی میرم اسکی. به همین ترتیب اگر تو نتونی توی این سنی که سن ارتباطه، سن عاشق شدن، سن آسیب پذیریه، با یه نفر وارد رابطه بشی، قلبتو مشترک بکنی، اصلا سکس رو یاد بگیری. من مراجعه دارم که بسیار بسیار موفقه توی صنعت فیلم تو ونکوور. من میگم بیشتر بگم ممکن اصلا پرایوسی این آدم به خطر بیفته. بعد پریمچور اجاکولیشن داره و بعد با خانومش که میان صحبت میکنن و اینها که اصلا حاضر نیست بپذیره که مشکل داره و بعد وقتی که صحبت میکنه، حالا داستان زندگیشو تعریف میکنه، یه نمونه از همین نمونه‌هایی که شما داری میگی. این میخواسته که حتما مثلا توی این صنعت رقابتی سینما به عنوان حالا یه فنی، یکی از هنرپیشه و کارگردان نیست، از قسمت‌های فنی سینما بتونه کار بگیره، هیچ رابطه‌ای نداشته، هیچ چیزی نداشته، هیچ فقط تمرکز کرد رو کار. آره. با این دخترم که ازدواج کرده برای این بوده که دختری که تهیه کننده‌های معروف سینما بوده، مثلا خواسته مثلا اسکلیتر بره بالا، بعد حالا نمیتونه سکس بکنه، بعد حاضر نیست بپذیره چون که دچار اضطراب شدید میشه. خب تو سکس رو باید تو این سن و سال یاد بگیری، رابطه رو باید تو این سن و سال یاد بگیری، اسکی رو باید تو این سن و سال بری. اگر که الان رفتی کمپ یه دونه چادر زدی، اگر الان رفتی شامبالا، اگر الان رفتی دوتا نمیدونم چیز تو این سن و سال، بعدن هم که بزرگ بشی پول داشته باشی میتونی یه دونه مثلا کمپر بگیری رود تریپ بری. یه سری مهارت ها هستش که اگر توی سن حساسی شما تمرین نکنی و یاد نگیری بعداً نمیتونی یاد بگیری. یکیش رابطه است، مهارت‌های ارتباطیه. سلام مجدد آیده. سلام، روزتون بخیر. متشکرم. خب ما خیلی مشتاقیم که ادامه داستان شاه سیاهپوش بود اشتباه نکنم. اگه میشه یه توضیح مختصر از این چیزی که تا اینجا رسید برامون بگید از بهرام، و اگه میشه خیلی مشتاقیم که داستان شب اول رو توی هند بشنویم. بسیار عالی. گفتیم که بهرام شاه ساسانی که جوان بود نشاط پرست بود، یعنی که خوشگذران بود. در یه الهامی بهش شد که 7 پیکر 7 زن زیبارو رو بر دیوار دید و تصمیم گرفت که هر شب هفته رو پیش یکی از این بانوان زیبارو که از 7 گوشه اقلیم ایران بزرگ بودن بگذرونه. برای هر کدومشون یک دونه قصر بزرگ ساخت. دختر پادشاه اون اقلیم رو که به تازگی به اسارت ایران در اومده بودن مثلا رو به در واقع به همسری گرفت و رفت برای شب اول که در گنبد سیاه رنگ پیش بانوی هند و که شب اول رو اونجا بگذرونه. بعد از این که تمام روز رو خوش گذرون رسیدیم به داستان که قرار شد که بانوی هند براش یه قصه تعریف کنه و بانوی هند اینجوری شروع کرد که گفت از اول که 5 نوبت شاه باد اول دعا کرد برای پادشاه. حالا من از دعاش مجبورم بگذارم چون خیلی دعای طولانی داره. آره، خلاصه گفتش که خدا عمرتو دراز بدارد و امیدوارم که همه ماه و زمین و آسمان همه مطیع تو باشن و حسابی چاپلوسی پادشاه رو کرد و خب خیلی هم با در واقع نجیب بود، سرش انداخت پایین و شروع کرد قصهش رو تعریف کردن. میگه که از کودکی شنیده بودم که یه قصه‌ای بود که یه پادشاهی بود که بسیار پادشاه سخاوتمند، اهل هدیه دادن، مهمونی‌های بزرگ و همه اینا مهمه. پادشاهی که معمولا پادشاه‌ها میخوان پول جمع بکنن، این پادشاه اهل سخاوت بود، هدیه میداد. خب این خیلی مهمه. ولی سیاه‌پوش بود، یه غمی مثل این که در زندگیش بود. لباس سیاه میپوشید همیشه
و یه روز که توی یکی از مهمونی‌هاش یک کنیز خیلی یک خدمتکار بسیار وفاداری داشت و مهربانی داشت که خیلی بهش خدمت میکرد و خب خیلی هم خوشحال بود. پادشاه عادل و خوب و در یکی از مهمانی‌هاش و مهمانی‌های بزرگی میداد. بعد از یکی از مهمانی‌ها وقتی که با شاه تنها شد، شاه شروع کرد درد دل کردن که آره چه روزگار بدی، چه روزگار لاکرداری، بی‌وفایی. بعد کنیز دید وقت خوبیه که موقعشه که ازش سوال بکنم که چرا بابا سیاه پوشیدی. خلاصه گفتش که پادشاه اعلی حضرت به هر حال این قضیه چیه؟ گفتش که نباید میپرسیدی، اما حالا که پرسیدی بهت میگم، چاره ای نیست. خلاصه گفتش که میگه که من از این مهمونی ها همیشه میدادم. در یکی از مهمونی هایی که داده بودم یه غریبه ای اومده بود که تازه به این شهر اومده بود و سر تا پا سیاه پوش بود. خیلی خوش سیما و خوش هیکل بود ولی سر تا پا سیاه پوش بود. من تعجب کردم که در مهمانی من که 1000 رنگه این مرد سیاه پوش چه کار میکنه. رفتم گفتم آقا چرا سیاه پوشیدی؟ چرا این ناراحتی؟ مشکلی پیش اومده؟ عزاداری فلان اینا؟ گفت آقا نپرس، چیکار داری؟ ما یه شهری میایم که اینجوریه، همه اینجوریان. گفت چه؟ از کجا؟ گفت یه شهری هست در چین. حالا چین باید دقت بکنید، هند و چین اساساً جایی هستن که پر از راز و رمزن. چین هم جاییه که بسیار دوره در ادبیات فارسی، هر جا میخوام بگن که خیلی دور میگن چین. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، به زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. حافظ میگه یعنی زان سفر دراز، وقتی میره به چین میشه سفر. و خب سفر بسیار رازآلودی هم هست کسی که میره به چین. هندم همینطور، هندم جاییه که پر از اسرار همیشه توی داستانای ایرانی. خلاصه میگه که آره یه شهری هست میگن شهر مدهوشان. میدونید دهشت کردن یعنی چی؟ میدونین دهشت یعنی ترسیدن، دهشت کردن. شهر مدهوشان یعنی شهری آدمایی که همه ترسیدن یا حیرت کردن. یه چیزی مثلا یه برقی به یه جایشون خورده و همشون مدهوشن، همشون گیجن. خب همشون واله و حیرانن. واله شاید شنیده باشیم، میگه من واله و حیران شدم. اتفاقا ریشه کلمه الله که خداوند هست همون واله است، یعنی حیران شدن. خداوند یه موجودی نیست، خداوند عین حیرانی محضه. میدونید اون چیزیه که ما رو حیران کرده، ما رو گیج کرده. به هر حال بگذریم. خلاصه شهری هست که همه مدهوش، شهر مدهوشان همه سیاه پوشن. و تا اومد سوال دوم بکنه گفت آقا خیلی سوال میکنی، من رفتم مثلا مهمونیت هم نخواستم و رفت. اون سیاه پوش رفت. آره اون غریبه سیاه پوش رفت. همین الان ببینید که قضیه‌ای که میخواد یه راز رو بگه در چند تا داستان خود اون تو در تو خود اون در سیاهی محض فرو رفته. میدونید بهرام رفته تو گنبد سیاه که بانوی سیاه که داستان سیاه پوشان که در راز پشت راز پشت راز در 100 لایه مثل پیاز در هم فرو رفته تا برسی به اون هسته. حتی گفتی روز شنبه هم که روز اول بود روز سیاه، روز سیاه بر روز کیوان هست که ستاره کیوان هست که به رنگ سیاه هست. در حالا این اسطوره اونم داستانش یه داستان دیگه است که بگیم که هر روز چطور یه اسمی داره، چطور یه رنگی داره و اون هم یه داستان دیگه است. به هر حال شاه اینقدر کنجکاو میشه که میگه که به یکی از فامیلاش میگه که چند روز اینجا پادشاه به جای من وایسا، من باید برم توی این قضیه رو در بیارم. خلاصه با سواران و پول و مال و منال زیاد راه میفته به سمت چین و به صورت خیلی ناشناس، چون اگه میدونستن لشکر کشی کرده که جنگ میشد، به صورت ناشناس میره به سمت شهر مدهوشان. میره شهر مدهوشان و پرسان پیدا میکنه و میره اونجا میبینه که خب همه سیاه‌پوشن، همه خوشحال و همه مثلا شهر پر از پول و همه سر بعضیشون خوبه، هیچ کسی هیچ ناراحتی نداره ولی همه سیاه پوش و ناراحتن. یه غمی مثل این که توی همشون هست، فراوانی هست، قحطی نیست، ولی یه غم دیگری است. میدونید دقت بکنید بهرام در اوج نشاط پرستیه و این میخواد یه ضربه‌ای بهش بزنه این پادشاه بانوی هند. میخواد بگه که ای کسی که اینقدر نشاط پرستی و اهل خوشگذرانی هستی، یه چیزهایی هست
که بیشتر از این نشاط دنیای ارزش داره. حواستو جمع کن. چه جالب. حواستو این در اوج اینی که همه چیزو داری میتونی غمگین باشی. یه غمی هست که تو ازش خبر نداری، میدونید، وگرنه تو هم سیاه پوش بودی. خیلی جالب. خب این قراره که این educate بشه. خلاصه کاری نداریم، مدتی رو در اون شهر میگذرونه، میبینه که خبری نیست. از کسی میشنوه که اگر راز رو میخوای بدونی باید بری از قصاب شهر بپرسی. باید خطئی میگه ای داد بیداد میخوان سر منو ببرن. از همون اول این ترس بهش غلبه میکنه، مدهوش میشه یه جورایی، خودش میترسه. اصلا بحث همینه که اگر بخوای یه چیزی رو، رازی رو کشف کنی باید خطر کنی، ریسک کنی. در زندگی روزمره کردن و خطر نکردن و راه آسوده زندگی کردن هیچ چیزی گیرت نمیاد. این هم درسشه. خلاصه میره سراغ این قصابه، بالاخره به ترسش میگه من اینکه این همه راه اومدم باید برم. میگه پسر اول سیبیل این رو چرب بکنم. دعوتش میکنه به مهمانی و حسابی اینم پول و مال و منال هم زیاد آورده بوده و مهمونی براش میگیره و فلان اینها. کم کم قصابه میبینه قصابه آدم خوبیه، همچین آدم سیبیلاش مثلا خطرناک هست ولی آدم خوبیه. خلاصه آی دقیقاً میخواد همینجا متوقفش کنیم. من یه داستان کوتاه میگم از سیبیل چرب کردن، به نظرم خیلی جالبه. من بچه که بودم خونه مادر بزرگم خونه قدیمی با حوض وسط و این مدلی بود. بعد اون موقع یه کسی که پنبه میزد توی کوچه مام بزرگم رد میشد و میگفت اگه میخواد بیاد پنبه‌تون رو بزنم. و مثلا بعد یه مدتی که میخوابیدیم روی این بالشت و متکا و اینا همشون چی میگن به هم میچسبیدن. بعد این پنبه رو لاحاف دوزا میومدن. بعد یه روز بابام یکی از اینا رو تو کوچه گفت بیاد مثلا پنبه ما رو بزن. بعد اون طرف آوردیم تو، کل پنبه ها رو در آورد تو حیاط چید، یه کوه شد و اینا. بعد اینا رو زد، خیلی زیاد شد. بعد بابام رفت مثلا یه دونه چیز دیگه هم آورد گفت اینم پنبهشو بزن. بعد طرف گفت که شما که به ما طی کرده بودی مثلا این اضافه است. بعد بابام اون موقع من خیلی کوچیک بودم، شاید 5-6 سالم بود. بابام گفت نگران نباش من سیبیلتو چرب میکنم. بعد همین این تو مغز من جرقه زد که بابای من چجوری میخواد سیبیل اینو چرب کنه. تموم شد و متکا رو درست کرد و این لحافا رو دوزید و اینا. طرف داشت میرفت، من دویدم تو کوچه طرفو گرفتم آوردم گفتم بابا سیبیلشو که چرب نکردی. و همه خندیدن، برام توضیح دادن که سیبیلشو چرب میکن، چون واقعا یارو هم سیبیل داشت. یه سیبیل گنده داشت. من فکر کنم بابا حالا روغن چیزی میاره واقعا سیبیلشو چرب میکنه. خب روغنم میزدن یه قبلا برای چرب کردن سیبیل روغن میزدن. میدونی که گفتید سیبیل قصاب خیلی جالب واسم. مرسی آی دقیقانی. بچه‌ها اگه این داستانا رو دوست دارید حتما مطمئن باشید که درسای فارسی UBC رو برمی‌دارید تو اسکیجولتون. ممنون آی دقیقانی. بریم جلسه بعد. خیلی مشتاقم که داستان قصابو بشنویم با سیبیلش. مرسی.